درود درود همراهان نازنین. امیدوارم که امروز هم مثل همیشه شاد باشید و همه کالبدهای شما در نور و عشق الهی باشه و به قول قدیمی ها تنتون سالم و دلتون خوش باشه. امروز میخوام در مورد سگ، این حیوان با وفا و حق شناس کمی صحبت کنیم. حیوانی که از احترام و ارزش زیاد آن تا کشتن آن در دنیای قدیم و امروزی ما سخنهای زیادی شنیدیم و دیدیم. امیدوارم با گوش دادن و تحقیق بیشتر و اندیشه نیکوتر در بین این همه از قشر طرفداران سگ، انجمن‌های حامی حیوانات و سگ، نظرات دامپزشکان محترم و کسانی که سگ‌ها را می‌کشند بهترین و کاملترین را انتخاب نمایید و آنچه که من الهی شما و من میگوید تصمیم گیرنده باشد. این گفتار بسیار کوتاه و خلاصه شده است و هر کس خواستار آگاهی بیشتری هست در این مورد از منابع معتبر میتونه تحقیقاتش رو ادامه بده. عزیزان، آنچه که دانشمندان و باستانشناسان گفتند و نوشتند بین 6 تا 16 هزار سال پیش از دوران کشاورزی و پیش از آن در اروپا زمان اهلی شدن سگ بیان شده. یعنی قبل از اینکه دوران کشاورزی و دامپروری در اروپا شروع بشه و گفته شده که نیاکان سگ در ابتدا گرگ بودند و چقدر شباهت دی ان ای آنها به هم نزدیک است. یعنی با گرگ 0.02% تفاوت دی ان ای دارند. در ایران هم نشانه‌هایی از 5500 سال قبل مبنی بر اهلی شدن سگ در ایران هست. مصریان باستان هم از بزرگترین دوستداران سگ بودند و برای آزار رساندن سگ‌ها مجازات‌های شدیدی داشتند. و در کتاب اوستا نیز من مطالبی در این مورد خوانده بودم. در چین هم برای احترام به سگ عرف و رسوم مختلفی بوده است و اما در اشعار بزرگان ایران زمین هم مانند سعدی، مولانا، سنایی، خاقانی، ابوالسعید ابوالخیر نیز از رفتار و حق شناسی سگ داستانها و اشعار زیبایی هست. خب کمی در مورد خصوصیات سگ‌ها صحبت کنیم. یکی از حیوانات باهوش هستند، مانند انسان افسرده می‌شوند، حس بویایی نیرومندی دارند به طوری که 300 میلیون گیرنده بویایی دارند، در صورتی که فقط انسان 6 میلیون داره. سگ‌ها به علائم احساسی چهره انسان بسیار آشنا و ماهر هستند و غم، ترس، عصبانیت رو از روی چهره مشاهده می‌کنند و ضربان قلب اونها بالا میره. سگ‌ها مهارت‌های شناخت اجتماعی دارند که در انسان‌ها از سن 6 ماهگی تا 2 سالگی آغاز میشه و در این فاصله هست. قدرت حرف زدن ندارند اما می توانند رابطه خوبی با دیگران برقرار کنند. سگ‌ها از لحن صدا کلمات رو تشخیص میدن. از انسان‌ها تقلید میکنن اما اون کارهایی رو انجام میدن که عقلشان میگوید. اینها خلاصه از مطالبی هست که در مورد خصوصیات سگ‌ها خدمتتون است. برای شناخت بیشتر به منابع بیشتر و معتبرتر مراجعه فرمایید. اما بیشتر انسان‌ها مهربانی، حق شناسی، قناعت، شکیبایی و وفاداری سگ‌ها رو میشناسند و این سگ‌ها هستند که طی هزاران سال اونها رو به ما نشون دادند.
خب حالا هم همین انسان ها مثلی از خیلی از کارهای و اندیشه هایشون که از میانه روی خارج است، در مورد سگ باورهای متضاد مختلفی دارند که به باور من مبنی بر شناخت و آگاهی کمی هست که همه ما در این مورد داریم. مذهبیان عزیز، علم باوران مخالف و موافق نگهداری سگ، حامیان محترم و سگ‌ها و حیوانات قشرهایی هستند که در این مورد وجود دارند. مذهبیون بر اساس روایات مذهبی که سگ رو نجس و نگه داشتن آنها را ناپسند و از مکروهات می‌دونند و این در فقه شیعه شدت زیادتر هست و واژه نجس هم در شرع و مذهب یعنی کثیف و ناپاک، آلوده بودن، که سگ یکی از 7 نجاستی هست که در فقه شیعه وجود داره. ولی به جز دین یهود هیچ دینی آنچه که من شناخت دارم سگ رو نجس اعلام نکرده. عزیزان، عده‌ای از مذهبیون هم واژه نجس رو قبول دارند و آن را یک نوع ناپاکی می‌دونند که باعث بروز بیماری است ممکن است بشود. اما از سگ در دامداری و مراقبت از دامهایشان، خانه‌هایشان و زندگیشان خصوصا در روستاها استفاده می‌کنند و به سگ هم احترام می‌گذارند. عده‌ای هم ممکنه مذهبی نداشته باشند و دین باور نباشند، ولی اونها هم به خاطر وجود باکتری‌ها و میکروب‌های بیماری از نزدیک شدن به سگ دوری می‌کنند. و عده‌ای هم حامیان حیوانات و سگ‌ها هستند که از آنها نگهداری می‌کنند که به نظرم تعداد زیادتری از اینها با ناآگاهی که دارند به این سگ‌ها آسیب می‌زنند که در ادامه بیشتر خواهم گفت. عده‌ای هم همانند مردم کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا غذای سگ و گربه یک غذای ایدئال برشان میباشد و سالانه حدود 6 میلیون سگ و گربه رو میکشند، میپزند و نوش جان میکنند. تا اینجای سخنان من باور شما چیست؟ آیا از این همه تفاوت باور شوکه نشده اید؟ سطح تفاوت زیاد باورها شما را به چه اندیشه‌ای وادار می‌کند؟ عزیزان، من در رابطه با تفکراتی که نسبت به سگ وجود داره اونها را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنم. یک، کسانی که از نوع مذهبی سگ و نجس می‌دونند، اون رو نجس میدونن و به اون نزدیک نمیشون. خب اینا هم ممکنه درست بگن، اونها نجسیشون مربوط به باکتری یا بیماری که درون سگ‌ها باشه، همونجور که درون ما هست و باعث بروز بیماری ها میشه و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان که به باور من این بیماری ها و باکتری ها هم نتیجه کارهای ناشایست بشر هست در دخالت ناآگاهانه در طبیعت و قوانین زیبای طبیعت. آلوده کردن آب و خاک، آوردن کودها و مواد شیمیایی در زندگی همه مردم و سیاره زمین و استفاده مردم از گوشت که باکتری های بد فراوانی درون اون هست و باعث میشه انسان ها به اون باکتری ها و بیماری ها و ویروس ها آلوده بشن و این هم باعث انتقال آن به حیوانات خانگی شده. عزیزان، عده‌ای هم که حیوانات و سگ‌ها رو دوست دارن اما با آگاهی کم به اونها آسیب میزنن. با یک قلاده و زنجیر اونها را اسیر خودشون کردن. با غذاهای شیمیایی، من بارها خودم دیدم دوستان من در خانه‌هایشان با رفتارهای خشن که تحت نام تربیت توجیه میشه مبادرت به آزار این حیوانات نازنین میکنن.
تربیتی برای حیوانی که جایش داخل خانه یا اتاق یا آپارتمان نیست. جای سگ داخل طبیعت و یا حداقل در باغ و حیات خانه است. این عزیزان به خاطر حس دوست داشتن به سگ یا به خاطر اینکه میخوان تنهایی خودشون رو جبران کنن، اونها رو نگهداری میکنن. غذاهای شیمیایی آماده رو که حتی ممکنه بعضیشون پایه گیاهی داشته باشه اما شیمیایی هستن به اونها میدن. من خودم بارها مشاهده کردم که بیماری های گوارش دردناکی رو این حیوانات مبادرت به ایجاد شده در آنها. این طبیعی نیست که اینقدر بیماری های گوارشی داشته باشن یک حیوان. خوابشون، غذاشون، نوع زندگیشون هم تحت کنترل نادرست و برخلاف طبیعته که ما با آنها رفتار میکنیم. یک عده‌ای هم عزیزان که دولت نقش مهمی در اون داره مبادرت به کشتن حیوانات میکنن، حیوانات تحت عنوان سگ‌های ولگر در ایران، که این تجربه تلخ خود من هست که تا همین لحظه منو ناراحت میکنه و دلیلی که باعث شد من این برنامه رو آپلود کنم همین هست که من حدود 8 سال در یک سازمانی که با وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور مشارکت داشت به کشتن سگ‌های ولگر من نقش هماهنگ کننده داشتم و هر نقشی که بود من اکنون از صمیم قلب پشیمان هستم و بسیار متاسفم. 8 سال همدستی در کشتن مهربانترین و وفادارترین موجودات روی زمین با سرب داغ و این تجربه تلخ هم هیچ گونه اثری در کاهش سگ‌های ولگر و بدون صاحب نداشت و علاوه بر صحنه‌های ناراحت کننده، خونهایی که میریخت چه اندازه محیط شهرها رو کثیف و آلوده میکرد و این تجربه ناکارآمد هنوز هم در ایران ادامه داره. یاران عزیز، میبینید که از هر طرفی با ناآگاهی یا کم آگاهی چقدر به این حیوان عزیز و مهربان آزار میرسونیم. حیوانی که حدود 12,000 ساله تا همین الان از خانه های ما، گله های ما، زمین و محصولات کشاورزی ما با مهربانی مراقبت میکنه. من هنگام زلزله بم و منجیل بارها دیدم این سگ‌ها جان هزاران نفر رو نجات دادن. آخرین بار هم چون در ترکیه زندگی میکنم در این کشور در زلزله سال گذشته فداکاری های این سگ‌های زنده یاب رو دیدم و آفرین بر اونها گفتم. و شما هم میبینید در کشف بمب، مواد مخدر چه خدمت‌های بزرگی به مردم دنیا و پلیس ها میکنن. از ورود مواد مخدر به خانه های ما و در دست جوانان ما هرچند پشت پرده قاچاق مواد مخدر کثیف هست، اما آنها با عشق و محبتی که به صاحبان خود و تربیت کنندگان خود دارن این کار رو انجام میدن با عشق. همین جور که عرض کردم هدف من از ساختن این برنامه جبران کوچکی از کار ناشایستم در ایران در مورد کشتن سگ‌های بدون صاحب بود و آرزو میکنم این کار در همه جای دنیا و ایران پایان یابد، چون نه تنها هیچ اثری ندارد، دقیقاً همون کاری رو که تاریکی میخواهد، خون ریختن انسان و حیوان ادامه یابد. آیا خدایی که تک تک ما میشناسیم این چنین میخواهد؟ عزیزان، لطفاً قربانی کردن تاریخ آن و زوایای پنهان اون رو از منابع معتبر بررسی کنیم که از 10,000 سال پیش تا کنون جریان داره. امروز در کشور هلند، کانادا و آلمان دیگر پدیده‌ای به نام سگ بی صاحب وجود نداره یا استثناء هست.
آنها با ایجاد قوانین خوب مبادرت به زندگیری سگ‌های بی‌صاحب می‌کنند. در کمپ‌های مناسب اونها را درمان، واکسیناسیون، مراقبت و نگهداری می‌کنند. بر کنترل جمعیت و زایش آنها نظارت خوبی می‌کنند و هر کس تمایل داشت اونها رو تحویل بگیره با شرایطی مناسب و با صدور برگ شناسایی اقدام می‌کنند. اکنون در بیشتر کشورها سگ کشته نمیشه و اگر هم کشته بشه دیگر با سم و بیهوشی انجام میشه، اما این کار هم بسیار بسیار زشت و ناپسنده. در قوانین این سه کشور قوانین سختگیرانه‌ای در جهت آزار حیوانات وجود داره، حتی حبس بالای 10 سال من مشاهده کردم. عزیزان، روش‌های اشتباه ما انسان‌ها باعث ازدیاد جمعیت و رشد بالای آنها و بیماری‌های آنها شده. پدیده سگ‌های ولگر و خیابانی کار و محصول ما انسان‌ها است. آلوده کردن محیطمان با آب و با مواد شیمیایی و زباله‌ها، غذا دادن بی‌رویه و نامناسب به سگ‌ها در هر خیابان و کوچه توسط مردم عزیز با نیت خوب و خیرخواهی، اما در آینده نزدیک برای آنها و هم برای ما مشکلات بزرگی ایجاد میشه. همین کارهایی که الان هم مردم و دولت‌ها دارن در بعضی از کشورها انجام میدن با گربه ها که چقدر منجر به افزایش تعداد آنها شده و من پیش بینی میکنم همانند سگ‌های ولگر داخل ایران، گربه ها در سراسر جهان که برنامه ریزی دقیق کشورها و دولت‌ها ندارن مشکلات بزرگ ایجاد میکنن. دوستان، تجربه 8 سال من و سالها توسط دولت در مورد کشتن سگ‌های بدون صاحب که ما خودمون اونها را به وجود آوردیم، نه تنها باعث کاهش جمعیت آنها نشده بلکه زیادتر هم شده. آیا فکر نمی کنیم سگ‌ها طبیعتشان و محیط زندگیشان مخصوص خودشان هست؟ خانه، آپارتمان محل زندگی آنها نیست. بپذیریم که آنها باکتری و بیماری دارند، اما واژه نجس در مورد آنها درست نیست به نظر من. ما میتونیم از اونها دوری کنیم اگر بیماری دارن بر اساس آگاهی خودمون، ولی نباید به اونها تحت عنوان حمایت از حیوانات یا حمایت از انسانها در مقابل بیماریها اونها رو بکشیم. واژه نجس بودن تفسیر درستی ازش نشده. بپذیریم که به جای نجس بودن اونها حامل باکتری ممکنه باشند و به مذهبیون هم نتازیم. اونها خودشون باید آگاهی داشته باشند و اگر تا زمانی که آزاری به اونها نمیرسونن مشکلی ایجاد نمیشه. بپذیریم که زباله های ما باعث زیادتر شدن و بیمار شدن اونها شدن. تجربه این سه کشور رو که خدمتتون عرض کردم در مورد پدیده سگ‌های بی صاحب برای کشور ایران هم مناسب هست. شاید اقیم سازی هزینه‌های بالایی داشته باشه، اما راه‌هایی برای اقیم سازی فیزیکی وجود داره که هزینه‌هاش خیلی خیلی کم میتونه باشه. جداسازی جنس‌های نر و ماده در کمپ‌های حیوانات خیلی مؤثر میتونه بشه و یک روش سنتی و فیزیکی دیگر هست علاوه بر روش‌های مناسب دیگری که ممکنه باشه. و این که دولت‌ها اعلام می‌کنن هزینه آن بالا هست، در مقابل سایر هزینه‌های دولت‌ها ناچیز است و خیلی راه داره دولت‌ها اگر بخوان به کشتار سگ پایان دهن. اون دولت‌هایی که این کار رو انجام میدن راه‌های درآمدیه که میتونن از جیب مردم و با عنوان مالیات تأمین کنن. عزیزان، جملات آخر من اینه:
این حیوانات عزیزی رو که 12,000 سال تا کنون به ما در مراقبت از ما، از خانه ما، از خود ما، از مال ما، از زمین کشاورزی و محصولات ما به ما کمک کردند، در سیل و زلزله و حوادث دیگر بدون توقع و با مهربانی به ما کمک کردند و میکنند. در مبارزه با مواد مخدر و برنامه‌های امنیتی دیگر چقدر به پلیس کمک میکنند. همیار خوبی برای اونها و ما هستند. اما بیاییم ترک کنیم هر عقیده‌ای که باعث آزار به سگ‌ها میشه، چه کشتن آنها، چه نگهداری آنها و آزادی طبیعی آنها را مسدود کردن و کم کردن با داروهای شیمیایی با آنها که هزینه بالایی هم برای ما داره، با غذاهای شیمیایی آنها را بیمار داریم میکنیم. در محیط آپارتمان جای اونها نیست عزیزان. زنجیر کردن و قلاده کردن آنها کار درستی نیست از نظر من. کشتن آنها که از همه بدتر هست به بهانه ولگر و بی‌صاحب بودن، اون از همه بدتر هست. از مهر و محبت و وفاداری و امتیازات آنها استفاده بکنیم. آنها را دشمن بهداشت و سلامتی خود ندانیم. ما آگاهتر از آنها هستیم. میتونیم از خودمون مراقبت کنیم با مراقبت و جداسازی و کنترل رشد زایش آنها در طبیعت. با مراقبت در غذا و بهداشت از آنها محافظت کنیم. اگر کمپ حیوانات درست نمی شود در ایران یا در کشوری، آنها را از ولگردی نجات نمی دهیم که حاصل کار ما خود ما هست، آنها را نکشیم، بیمار نکنیم. آیا تا به حال موجودی به اندازه سگ مهربان، وفادار، کم توقع و حق شناس دیده اید؟ من که خودم ندیدم. عاشقانه از دولت، مردم نازنین ایران میخواهم که با دولت تعامل کنند، همکاری کنند و به دولت تذکر دهند که این سگ‌ها را نکشند. اخلاق مدارانه و آگاهانه آنها را برای وجود عشق و برکت در زمین محافظت کنیم. در طبیعت و جایی که خوی و خواهش آنان هست فقط مراقبت کنیم. دوست داشتن برای آنها کافی است. زمین با سگ‌های سالم و خوب و با کنترل شده بسیار زیباتر خواهد شد. خوشحالم که بعد از 20 سال توانستم کار ناشایستی رو که سالها پیش در ایران در مورد سگ‌ها مرتکب شدم و اونها رو تحت عنوان حفاظت از بهداشت و سلامتی مردم مشارکت در کشتن آنها داشتم، یک کمی جبران کنم و دلم آرام گیرم. امیدوارم هستی نیز مرا ببخشد و از این که صحبت‌های مرا با شکیبایی شنیدید سپاسگزارم. امیدوارم که هرچند ناقص بود مورد توجهتان واقع بشود و کمک شود در ایران و هر جای دنیا تا هیچ حیوانی کشته نشود، مخصوصاً سگ‌ها بی صاحب. در نور باشید، بمانید تا همیشه. عاشقتون هستم. خدا نگهدار.